چرا به شیرها میگویند پادشاهی جنگل؟ اگر به واقعیت‌ها نگاه کنیم، او بلندترین حیوان در طبیعت نیست، بزرگترین هم نیست، حتی قویترین هم به حساب نمی رود و حتی باهوشترین هم نیست. اما برای چی شیر این لقب با خیلی وقت پیش برمیگردد، به لحظه‌ای که حیوانات هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کنند. در زمانهای پیش طبیعت بر زمین فرمانروایی می‌کرد. گله‌ها از دشت‌ها عبور می‌کردند، شکارچی‌ها شکار می‌کردند، تومه‌ها زنده می‌ماندند. همه چیز در تعادل بود. بعد موجودی نو ظاهر شد. آنها به صورت گروهی شکار می‌کردند، از اسباب استفاده می‌کردند و چیزی با خود داشتند که طبیعت آن را هیچ وقت ندیده بود. آتش، هر جا که می‌رفتند حیوانات می‌گریختند و جنگل‌ها می‌سوختند. خیلی زود همه موجودات یک قانون را یاد گرفتند. وقتی که این موجودات می‌آید، همه فرار می‌کنند. اما روز گروهی از این موجودات وارد قلمرو یک شیر شدند. مثل همیشه دیگر حیوان‌ها ناپدید شدند و شیر در میان علف‌ها ظاهر شد. اما شیرها نگریختند. 4 نر قدرتمند در جای خود ایستادند و به نزدیک شدن انسان‌ها انتظار شدند. در حالی که مادر شیرها به صدا فرزندهایشان را دور می‌کردند، انسان‌ها انتظار داشتند که مثل بقیه حیوانات آنها هم فرار می‌کردند. اما شیرها ماندند و حمله کردند. وقتی که نبرد تمام شد، هر دو طرف جنگجویانی را از دست دادند و هیچ کدام ادامه جنگ را پیش نگرفتند. از آن وقت طبیعت چیزی را در یاد گرفت. وقتی که انسان‌ها می‌آیند، همه می‌گریزند و جز شیر.